Du hører nå på en podcast fra Trondheim kommune og Dialogsenteret. با عرض سلام خدمت تمام شنوندای این بخش از پادکست ما که از دیالوگ سنتر، یکی از بخش یا از مرکزهای بخش ترونایم کمون است که ما بخش‌های مختلف و زبان‌های مختلف داشتیم و امروز بدری داریم و در استودیو ما خوشبختانه دکتر صاحب حمیدالله صدیقی را داریم و ما پروین ناصر در استودیو با شما هستیم که امروز ما یک مقدار میخواهیم که صحبت یا موضوعات را در مورد خود امی بارنوان یا کسایی که مواظبت از طفل میکنه یک مرکزی هست در کمون ترونایم در قسمت در این باره گپ بزنیم و همچنان در قسمت خود فامیل طفلا و چالش های یا مشکلات هایی که طفلایی که از کشورهای دیگه یا اطفالی که از کشورهای دیگه میان، از کشورهای جنگ زده مثل کشور ما شما افغانستان و دیگه کشورهای آسیایی یا کشورهای جنگ زده افریقایی، از هر جایی که اینا میان و یک مقدار مشکلات های خود دارن و ما امروز میخواییم در این مورد ما شما حرفا یا صحبتایی داشته باشیم. و از شما دکتر صاحب میخواییم که اول خود شما مختصر در مورد خود از زبان خود شما بهتر است بشنویم که شما چه وقت در نروژ آمدین، مثلا درست است در افغانستان البته دکتر بودین و در این چی رشته مثلا کار کردین، مختصر کوتاه بر ما معلومات در مورد خود بدین. بفرمایید دکتر. تشکر از اینکه ما را در استودیوتون دعوت کردین. ما حمیدالله هستم، قسمی که گفتین صدیقی تخلص میکنم و از افغانستان هستم که تقریبا تا قبل از تغییر رژیم در افغانستان، ما در افغانستان در شمال افغانستان مزار شریف، شهر مزار شریف زندگی میکردم و اونجا منعیس دکتر در شفاخانه مرکزی ولایت بلخ ما ایفای وظیفه میکردم که تقریبا مدت 18 سال در اونجا ایفای وظیفه کردیم در بخش های مختلف، در بخش عاجل، جراحی و درعی اواخر. من ایس مسئول دیپارتمنت انستزی شفاخانه ولایتی بلخ ما ایفای وظیفه میکردم و بعد از تغییر رژیم یعنی به قدرت رسیدن طالبان ما مجبور شدیم که وطن ترک بکنیم و همراه با فامیلیم که خانم است و 4 طفلم است به نروژ آمدیم. تقریبا 2 سال میشه که در شهر ترونهایم نروژ زندگی میکنیم. بسیار خوب، ما هم خوشحال هستیم که شما را در کمون ترونهایم داریم و انشالله که بتانیم از تحصیلات یا تجرباتی که شما دارین خصوصا در بخش صحی از شما در این کمون هم بتانیم یک روز ما هم استفاده بکنیم. جان سپاس شما. و بسیار خوب، ما میخواستیم که خب شما آمدین در کشور مثل نروژ، درست طبعا شرایط، قوانین و آب و هوا، جامعه، زبان، همه چیز متفاوت است، درست؟ و خصوصا تربیت طفل، رول والدین همچنان شاید درست ما شما پدر و مادر بودیم در کشورهای خود ولی شاید اینجا یک مقدار تفاوت‌های داشته باشه، درسته؟ و این موضوعات در پالویش و خود امی بارنوان یا کسایی که از طفل مواظبت میکرد، شما قبل از این که آمده باشین در نروژ یا از وقتی که در نروژ آمدین یا قبل از او، آیا در این مورد چیزی شنیده بودین؟ میفهمیدین؟ شنیده بودین؟ ترس داشتین؟ نداشتین؟ دارین؟ ندارین؟ میتونه نگم. طبعا البته ما از یک کشوری آمدیم که کاملا از لحاظ فرهنگی و از لحاظ آب و هوا همه چیزش متفاوت است با نروژ. نروژ کاملا برای ما جدید بود، خصوصا برای اطفالم و خانمم کاملا جدید بود که ما در مورد بارنوان البته نه به شکل واقعیش بلکه به شکل منفیش، ما در زمانی که در افغانستان بودیم گاهی ناگاه از بعضی دوستان میشنیدیم
و واقعا برای ما در ابتدایی که قبل از اینکه به نروژ برسیم و در ماهای اولی که در نروژ بودیم، برای ما یک جای نگران کننده بود و ما بسیار زیاد اراس از این داشتم، چرا ما شایعات بسیار منفی در خصوصا در زمانی که افغانستان بودیم در مورد بارنوند یا امو دفتر محافظت از اطفال شنیده بودیم با شکل‌های مختلفش، هر آنکه که قسم شایعاتی بود که گویا پدر و مادر اصلا هیچ حقی بالای اولاد خود نداره و تماما حق و حقوق خود که بالای اولاد خود داره از دست میده و اطفال در اینجا شکل استقلالیت عام تام خود داره و هر آنچه که بخوایم میتونه انجام بده و اگر پدر و مادر بدلش نکنه و از پدر و مادر شکایت بکنه و کلان پرابلم سر دچار میشه و شاید باعث ازی شود که در بعضی مواقع حتی طفل از پیش والدین جدا بسازن. که تمامش یک وقتی زمانی که ما اینجا آمدم با مرور زمان با گرفتن کورس‌های متعددی که ما در کمون ترونهایم گرفتم، ما واقعا زمانی که وظیفه بارنوانده شنیدم از طریق کورس ها و از زبان خود افراد و کارکنان همین دفتر محافظت از اطفال که چیزایی که ما شنیده بودم کاملا یک در عهد یک شایعات منفی بوده و خب شاید اتفاقی بر بعضی افتیده باشه که اونها هم دلایل خود همین دفتر محافظت از اطفال هم تا زمان دلایل منطقی در موارد مختلف پیدا نکنن اصلا هیچ اقدامی نمیکنن در مورد و من مدت 2 سال است که اینجا زندگی میکنم. ما تا فعلا خب به هیچ کدام مشکلی با اولادایم و با بارنوند سر نخوردیم و اصلا هیچ حتی یک مسیج و یا پیامی هم در مورد از اینکه ما چه قسم با اولاد خود برخورد میکنم تا هنوز دریافت نکردیم و امیدوار هستم که از این بعد هم بتونم به همین شکل زندگی خود پیش ببرم و آرام باشم. بسیار خوب، انشالله که امور رقم چیزی که میخواین امور رقم زندگی به مروال پیش بره انشالله که. ولی اگر میخواستین که پیشنهادم از شما که مثلا خود شما تازه که آمدین در کمون ترونهایم یا می کشور نروژ، شما چی مثلا یک مقدار گفتین در جریان گفته‌های شما خود شما چی احساسی داشتین، چی مشکلاتی را دیدین، داشتین نداشتین وقتی که نو در نروژ آمده بودین یا تازه بودین در نروژ یا شهر ترونهایم؟ خب طبعا کسایی که جدیدن به یک کشور جدید همونطور که گفتیم که از لحاظ فرهنگی کاملا متفاوت است میاین در ابتدا یک مقدار تا زمانی که تطابق میکنن با محیط با مردم با فرهنگ کشور جدید طبعا یک مقدار چالش ها و یک مقدار نگرانی هایی را دارن در ابتدا که ما هم جزء امو افرادی هستیم که در ابتدا طبعا نظر به امو شایعاتی را که شنیده بودیم در داخل افغانستان قبل از آمدن در اینجا یا سالهای قبلی که در افغانستان زندگی میکردیم ما هم یک مقدار نگرانی های خود داشتیم. در قدم اول یگانه مشکلی که ما داشتم خب اینجا اطفال ما 2 طفل ما کلان هستن که تقریبا میتونم بگویم جوان است که یکیش 19 ساله است و یکیش هم امسال 18 ساله شد. امین ما 18 ساله شد و 2 طفل دیگه ما که یکیش 14 ساله و یکیش 8 ساله است. خب طبعا در هر مرحله زندگی اطفال مراقبت خاص خود داره و باید در هر مرحله زندگی اطفال باید ما با مو سن و سالشان باید ما برخورد بکنیم مطابق با سن سالشان دیگه. طبعا ما یک مقدار نگرانی های خود داشتم، یک مقدار ترس و هراس خود داشتم از بارنوند یا از جامعه نروژ. در کل از اگر بگویم نظر به فرهنگ تغییر فرهنگی که ما داریم هم در ابتدا از جامعه نروژ و هم از بارنوند از اردوش ما تشویش و نگرانی داشتم که خوشبختانه
بعد از مرور زمانی که ما در داخل جامعه نروژ شدیم، شناختی که با مردم نروژ پیدا کردیم و در محیط، در مکتب، در همسایه، ما چیزی را که شنیده بودم اصلا کاملا یک متضاد او را دریافتم. مردم نروژ دریافتم که مردم خیلی مهربان، مردمی هستند که به مراتب از ما که مهربانتر و باحصولتر و قانون حاکم است و قانون هم خود مردم میسازه. سازنده قانون هم خود مردم است که نظر به ضرورت هایشون قانون ایجاد میکنن و بارنوان هم مطابق با مو قانون و لایحه وظایفی که دارن با همو عمل میکنه و فعلا من هیچ گونه حراسی ندارم. بسیار خوب، خدا را شکر که ترس یا حراس را ندارین. و چیز دیگه هم که شما در قسمت یاد کردین که کمون بر شما یک مقدار کورسای را مانده بوده، البته کورسای معلوماتی بودن، درست؟ کورسایی که به خاطر معلومات برای مهاجرینی که نو میان و شما از کورسا بعضی چی معلومات ها را گرفتین و معلومات های مثبت بوده. اینی هم به ما خصوصا که از کارمندای در کمون هستیم جای خوشحالی است که حداقل یک شهرونده نو یا یک مهاجری که نو میان با تمام مشکلاتشان کورسایی که ما میمانیم حداقل یک کمی از همون تشویش ها به حساب آمیانه اگه بگیم همون تشویش هایی که داریم هم یک کمتر میشه. برای ما بسیار جای خوشبختی است یا خوشحالی. طبعا از اینکه ما افرادی که تازه به کشور دومی میاین، طبعا یک ضرورت حتمی است که باید افراد جدیدی که در کشور میاین اونا یک مقدار معلومات در مورد جغرافیای کشور، در مورد فرهنگ، در مورد آب و هوا، در مورد خوی و خواص مردم باید آگاهی حاصل کنن. این من فکر میکنم به صورت انفرادی اگر هر شخص این کار بکنه شاید که بسیار مشکل باشه و جامعه را ما نتونیم به صورت درستش کنترل بکنیم. بله. ما این کورسایی را که در زمانی که در پروگرام اینترودکشن بودم در کمون ترونهایم، کورسایی را که ما گرفتیم خیلی موثر بود و ما تانستیم با کمک همین کورسایی که از طرف کمون ایجاد شده بود به بسیار سادگی و بسیار زودی مدغم شدیم با جامعه و با خوی و خواص و فرهنگ جامعه ما آشنایی کامل پیدا بکنیم که جای خوشی است برای ما که دولت یا کمون ترونهایم همینطور یک زمینه رو مساعد ساخته. بسیار خوب. و شما اگر یک مقدار کوتاه در مورد آیا از وقتی که یا تازه به حساب، حالا که بر شما گفتن هم میتونیم که تازه چون یک مدت در یک کشور زندگی کردین و امو تازه که شما مثلا آمده بودین آیا کدام مشکل مثلا بعض مهاجرینی که اینجا میان اکثریتشان با یک مقدار مشکلات صحی برمیخورن، درست؟ خصوصا مشکلات روانی. آیا شما فامیل، خانواده یا مثلا اطفال شما یا خانم شما اتر یک مشکلات را داشتین به حساب اگر بگیم بعضی وقتا افسردگی از این قبیل چیزا یا که نه؟ چون همه از کشورهای جنگ زده میم، درست؟ و یک مقدار مشکلات را میاریم ما شما با خود. اتر هم نیست که وقتی که میاییم همه چیز ما درست این چیز نباشیم. و گفته نروژی ها ما یک باگاژه یا بار سنگینی در شانه های خود داریم میاریم. او بار همه چیز است. درست؟ در قدم نخست دقیقا سوال دقیقی را کردین که ما باید در رابطه بگویم. طبعا هر کسی که وطن اصلی خود، خانه خود با دوستا، اقارب و فامیلایش رها میکنه و میه به کشور بسیار دور که اصلا شاید امیدی هم نداشته باشه که دوباره میتونه دوستا فامیلای خود ببینه یا خیر، این خودش از لحاظ روانی یک تاثیرات منفی خود برای فرد داره. طبعا ما و زمانی که اینجا آمدم 3 طفلم که اونا نسبتا بزرگتر بودن، در اونا قدر ما
تاثیرات منفی ندیدم، اما بالای خب سر خودم هم تاثیر کرده بود. اما من مجبور بودم با همین چالش‌ها کنار بیایم. ظاهراً وانمود نمی‌کردم. اما خانمم و دختر خردم که سنش 7 سال بود، اونا در یک مرحله شدیداً دپرشن رفتن یا افسردگی پیدا کردن در ابتدا، چون دلیلش هم یگانه دلیل این بود که اونم از دست دادن یا فامیل بزرگی که ما چون در افغانستان فامیلا به شکل دست جمعی و یا به شکل فامیلای بزرگ زندگی میکنن و از یک فامیل بزرگی که تقریبا 20 یا 25 نفر اعضای فامیل باشه و باش زمانی بیایی و تنها در اینجا خودت تنها احساس بکنی، تاثیرات خود داره. خصوصا دختر خردم در ابتدا وقتی که آمد من متوجه شدم که شبانه در بستر خواب وقتی که خواب میکنه و لیافی را یا کمپلی که روی خود کش میکنه زیر از او گریه میکنه و بسیار زیاد برای من مایوس کننده بود و یگانه چیزی که سوال پرسانم میکردیم از پیشش که چرا اول خوی هیچ چیز نمیگفت و بعداً باز میگفت که من چون در افغانستان هم طفلای همسن سالش که برادرزاده این بود خوارزاده این بود همیشه با اونا بازی میکردن و میگفت که من دقیق آوردیم پشت نام هر یکیشان نمیگرفت پشت اونا و این هم دلیلش بود که در ابتدا چون زبان نمیفهمید اینجا و هیچ گونه تماسی با اطفال محیط نداشت. در مکتب هم وقتی که میرفت حتی روز اولی که مکتب میرفت بسیار با مشکل ما او را مکتب میبردیم. بعضی روزا گریه میکرد، سرم درد میکنه، جانم درد میکنه، نمیرم. بعضی روزا در مکتب گریه کرده میشست. باز خوشبختانه که یک استاد مشمالی که در مکتب داشتن اونا برش استاد زبان مادری شد دیگه. بله استاد معذرت میخوام که من کلمه مشمال چی کردم، استاد زبان مادری که خوشبختانه مکاتب نروژ یک استاد زبان مادری به هر زبان داره بسیار. که خیلی کمک کننده است برای اطفالی که جدید میاد که خیلی موثر تمام شد و پناه داد دختر ما در حقیقت بسیار. کمکش کرد و همین مرحله را در سمستر اول یا در شروع مکتب سپری کرد و زمانی که بعد از یک مدت زمان زبان یاد گرفت و در مکتب دوستای پیدا کرد، بعد از او بسیار با علاقه مکتب میرفت و اونمی حالتش دوباره بدون ازی که ما با دکتر مراجعه کنیم، بدون ازی که ما کدام ادویه برش توصیه بکنن و یا با سایکولوگ ما مراجعه بکنیم، خوشبختانه با پیدا کردن دوست و محیط خود در مکتب تانست که همین مرحله رو سپری کنه. و خانم هم همین چیز، خانم هم بسیار زیاد یک شدید افسردگی پیدا کرد که بعد از اینکه کورس زبان نروژی را شروع کردن در مکتب و آمد در محیط و کورس های دیگه، از یک طرف تماس با یک تعداد هموطنهای ما که تازه آمدن مثل ما، با اونا و همچنان با آشنایی با محیط نروژ همین مرحله رو هم سپری کرد. اما متاسفانه برای از اون ما مجبور شدیم که با دکتر مراجعه بکنیم و یک مدت زمان از دوای ضد افسردگی هم استفاده کرد. بله بسیار خوب. بله این مشکلات ها را متاسفانه ما شما داریم و خوشبختانه که خب کوتاه مدت است بر اکثریت. هم کسی که مثلا میتونه خود به حساب راه را پیدا بکنه، بتونه خود در می کشور تطابق داده و راه را پیدا بکنه و می جامعه را قبول بکنه، این مشکلات کوتاه مدت است خوشبختانه. بسیار خوب. یک مقدار شما در مورد تربیت اطفال، چون همین رقم که در شروع گفتیم تربیت اطفال اینجا و در کشور ما و شما درست فرق میکنه، حتی فامیلا تا فامیلا، هم اینجا هم در کشور ما و شما در افغانستان. و امی فرق تربیت اطفال در اینجا جامعه نروژ و افغانستان قبلا و فعلا یک مقدار چیزایی رو شما گفتین، ولی اگر دمی خاص کوتاه مختصر بگوین دمی
مورد تربیت اطفال؟ آیا کدام فرقی است یا کم زیاد؟ همونطور که در ابتدا گفتیم جامعه نروژ یا کشور نروژ با افغانستان از لحاظ فرهنگی کاملا متفاوت است که تفاوت فرهنگی خود را دارد. زمانی که از لحاظ فرهنگی دو کشور با هم متفاوت می باشد طبعا در اونجا یک تغییرات در سه تربیت اطفال هم موجود است. فرض مثال ما در افغانستان برای اطفال خود اصلا حق قائل نمیشدیم. هر آنچه که والدین تصمیم میگرفت اطفال مجبور بود باید مطابق با خواست والدین رفتار بکنه و با خواست اونها عمل بکنه و حتی در بعضی موارد اگر اطفال مطابق با میل و یا خواست والدین رفتار نمیکرد ممکن سبب خشونت یا قرار میگرفت و ممکن طفل مورد لطکوب از طرف والدین قرار میگرفت که یک امر طبیعی و یک امری هست که جریان داره در کشور ما و ما با همین شکل بزرگ شدیم. به همین شکل به اصطلاح عامیانه بگیم لط خورده ما بزرگ لط خورده کلان شدیم. بله متاسفانه. اما خوشبختانه همونطور که جامعه نروژ ادعا میکنه که ما عدالت اجتماعی را اینجا تطبیق کردیم و یا عدالت اجتماعی حاکم است در جامعه و زمانی که گپ بحث از عدالت اجتماعی میشه در اینجا باید حقوق همه اتباع که در جامعه زندگی میکنه باید مراعات شود که از اون جمله اطفال هم جزء از جامعه هستن و جامعه یا اما کمون مربوطه یا دولت مکلف است باید در مورد حق و حقوقی که اطفال هم داره باید توجه داشته باشه و اطفال باید مورد یگانه هدفی از حکومت هم است یا دولت هم است که اطفال باید مورد خشونت قرار نگیره و اطفال باید آنچه که خواست شان است باید برآورده شود اما نه به صورت مطلق و 100% برای آنچه که طفل میخواه و باید والدین با همون خواسته هایشان برآورده بکنن. نه اما نه ای که والدین باید مورد اطفال خودم تحت فشار قرار بده و که در اینجا لط کردن اطفال کاملا جرم است. جرم پنداشته میشه و منع کردن اطفال از آنچه که میخواهد خصوصا در فعالیت‌های اجتماعی که میخواهد بکنن. حقش است. دیگه باید والدین اما برای والدین هم حق داده. ما باید والدین باید با اطفال خود صحبت بکنه و اطفال خود با صحبت قناعت بده و برای راهایی را که طفل به انحراف میکشانه او راه ها را باید برشان توضیح بده که این راه مسیر خطرناک است و تو را به یک جای به یک گودال میرسانه و ما این را فقط میتونیم با صحبت با مثال و با حوصله‌مندی همراه اطفال خود صحبت بکنیم و راهنماییشان بکنیم که طبعا در پولوی از اینکه والدین مسئول تربیت اطفال هستن اینجا مکاتب هم نقش اساسی خود داره. مکاتب، معلمین اونا نقش بسیار اساسی داره با همکاری والدین. والدین دیگه والدین و مکاتب هر دو دست به دست هم داده و برای اطفالشان یک آینده خوبی را یا به یک سمت خوب راهنمایی میکنه. چون مرقمی که شما گفتین بله فرهنگ های متفاوت، فامیل های مختلف، درست که اینا مثلا وقتی که ما میاییم در کشور دیگه از فامیل های مختلف، بعضی فامیل ها در افغانستان هم که ما شما بودیم با وجودی که اگر شرایط و قانون و جامعه ما داشتیم درست، ولی هر فامیل از خود یک نحوه یا یک شرایط را یک قانون داشت که به مو رقم طفلا بزرگ میشد
و مو به حساب امو تربیه امو فامیل. بعض امی فامیلا خب وقتی که اینجا میم دیگه این نیست که ما بگوییم که چه رقم، همگی که میم به یک نام ماجر هستیم تا که مثلا خودم میگیم که تا که خب یک مدت وقت را میگیره، ولی یک تعداد امو چیزایی را کسی میارن شاید به نظر من البته این هم نیست که تنها همی تاثیر این جامعه باشه، یک مقدار آوردیم ما از کشور خود خصوصا تربیه اطفال، یک مقدار همی طفلا آورده از اونجا. طبعا اطفالی که خصوصا اطفالی که کوچکتر هستن خب اونا با همی شیوهی که در شیوه حاکم در نروژ تربیه میشن و اطفالی که بزرگتر هستن یک مقدار همو خوی و خواص و همو تربیه را که در افغانستان دیدن با خود انتقال میتن اینجا. بله. که در بعضی موارد همی تفاوت تربیه بله. در نزد اطفال بعضا باعث چالش های بسیار جدی میشه که باعث ایجاد چالش در مکتب، در محیط خانه و فامیل چون میشه. از اون کشوری که ما میریم از خود مثلا از افغانستان خصوصا اگر طفلای قسمی که شما گفتین کلانترای ما درست یا بزرگترا اینا رو که میریم موده و جامعه کلان شده یا با مو رقم با مو سیستم با موچی، وقتی که اینجا می خب اینجا شرایط ها فرق میکنه و در کل حقوق طفل، حقوق انسان اینا اینجا فرق میکنه درست، حق بالاتر داره نظر به جامعه ما، نظر به کشورهای ما شما. خب وقتی که اینجا میم یک مقدار امی تفاوت فرهنگی امی چیزا تربیش مثلا اینا یک مقدار کرش به حساب نروژی یا باعث ایجاد چالش. بله یا جنجال و مشکلات بین والدین و طفلا یا جوانا به وجود میه و در پالویش کم که به حساب جوانا زودتر زبان یاد میگیره درست یا طفلا زودتر زبان یاد میگیره از والدین کده یا از پدر و مادر کده. بعضی وقتا طور اتفاقات هم افتاده یا ما شاهد بودیم که طفلا زودتر پدر و مادر به حساب همو زبان عامیانه ما و شما بگیم بازی میتن درست. مثلا یک جای شما یاد کردین که بعضی وقتا میگه که اگر طفلا این چیز قیمتی رو به من نخریدی من میرم شکایت میکنم، چون اینا میگن که یاد گرفته قانونه که اگر پدر و مادر به من چیزی گفت یا برم شکایت کنم یا پدر و مادر بترسانم درست. نظر شما در این باره چیست؟ طبعا قسمی که شما یاد کردین البته خصوصا فامیل ها در سطح افغانستان هم فامیل ها به شکل مختلف هستن. بعضی فامیل های هستن که قوانین امو سختگیرانی خود یا امو قوانین سختگیرانی حاکم در فامیل دارن و همیشه خاصشانی است که باید آنچه که خصوصا پدر و یا مادر میگه باید اطفال از امو پیروی بکنه. و بعضی فامیل‌های هستن که ما در افغانستان هم فامیل‌هایی را داریم که اونا هم ذهن روشن دارن و اونا در افغانستان هم همیشه با اطفال خود حق و حقوق قائل شدن، خواسته های اطفال خود شنیدن و آنچه که مطابق با فرهنگ جامعه مطابقت داشت برایشان قائل شده و آنچه که مطابق با فرهنگ حاکم در جامعه نبود اطفال خود قناعت دادن که باید از او صرف نظر بکنن. قسمی که شما گفتیم و زمانی که ما در کشور نروژ میاییم اینجا خصوصا فامیلایی که یک مقدار در افغانستان اما قوانین سختگیرانه را در شوکات خانواده خود حاکم ساخته اونها به مشکلات سر میخورن. بله. یگانه دلیل مشکلش هم همی است که اطفال نسبت به بزرگسالا زبان زودتر یاد میگیرن. در محیط مکتب و یا در محیط دانشگاه اونا قوانین از زود یاد میگیرن. با قوانین آشنایی حاصل میکنن. با همین
زمانی که والدین میخواه که خواستهای خود به قبولونه برای اطفال، در اینجا از قسم شما که گفتین یک تضاد بین اطفال و والدین به وجود میاد و اطفال هم به خاطر نجات پیدا کردن از محیط قیدگیرانه فامیل خود مجبور میشه که عمیق با استفاده از شناختی که از قانون داره والدین هم مورد تهدید خود قرار بده و با استفاده از اون تهدیدی که میکنه که اگر به خواستش پاسخ مثبت دادنش هم شکایت میکنم به پلیس یا به بارنوان. این طبعا یگانه دلیلش است که اطفال زودتر با محیط تطابق میکنه نسبت به بزرگان. بله یک وقت است که ما شما حتما شاید ازی بودیم و طفلا زودتر یاد میگیره. بله و ما بزرگسالای والدین هم که یک مقدار شاید دیرتر یاد بگیریم یا آشنا شویم. و یکی مشکل دیگه است که امی خود قبول کردنه امی بعضی شرایط یا امی جامعه، خصوصا در قسمت اگر تنها ما قانون اطفال در نظر بگیریم یا امی تربیت اطفال، برای بعضی خانواده برای بعضی از والدین بسیار قبول کردن از آسان نیست. درست که ما بگم که ما تربیت اطفال مثلا در افغانستان بعضی وقتا اگر بخوایم یک طفل خود تنبیه میکردیم شاید هم تا حال رواج باشه، شاید قبلا هم بوده در اکثریت خانواده ما شاید بده متاسفانه که از نگاه خشونت مثلا از راه خشونت مثلا طفل تنبیه میکرد یا میخواست که یک طفل تربیه بکنه. ولی اینمی که بعضی خانوادهایی که اینجا میه، بعضی فامیلایی که اینجا میه، ولی تا امیر قبول بکنه که ما با یک طفل از نگاه مثلا گپ زدن، امیر رقم که شما هم گفتین درست، باید گپ بزنیم، باید او از طریق گپ زدن یا مثل به حساب نروژی که میگیم از راه سمتاله و اینا رو باید متنبه کنیم یا حق بتیم بر از هم که هم بر خود یک انتخاب داشته باشه در قسمت تحصیل، در قسمت وظیفه، در قسمت همسر، در تمام چیز. اینی در اکثریت خانواده متاسفانه نمیتونن قبول بکنه به زودی یا که به حساب همو رول که دارن، رول یا والدین، رول پدر و مادر یا که بودن وقتی که در اینجا میان، اینا اکثریت فکر میکنن که ما همو قدرت خود یا همو رول خود از دست داده. درست؟ ای در دو طرف بوده، یا طفلا بالا میان والدین کتا نمیه یا والدین بالاست طفلا، این چیزا رو هم داشته. طبعا شاید بودیم شاید از این مخالفت ها بین اطفال و والدین ما هستیم. ما تقریبا در سالهای 2015 بود یک بار ما به اساس یک پروگرام ترنینگی که دعوت شدم در نروژ آمده بودم. اونجا یکی از دوستایی بود که تقریبا در اون سالات تازه به نروژ آمده بود. او با یک مشکل سرخورده بود. یگانه مشکل دلیلش همی بود که نتونسته بود با طفل خود کنار بیایه و از اونمو قوانین خودخواهانه که خود پدر میخواست که همیشه باید قوانینش حاکم باشه در خونه استفاده میکرد که بالاخره سبب ایجاد مشکل برای شد. و او این بود که یک دخترک 7 ساله یا 8 ساله دخترکش و او را همیشه تاکید میکرد که باید او زمانی که بیرون میره مکتب، خصوصا مکتب میره، باید امو چادر و یا حجاب خود استفاده بکنه. و طفل زمانی که از خانه مبرامد با اساس فشار پدر یا مادر چادر میپوشید، زمانی که در مکتب میامد چادر خود پس اوسو میکرد در مکتب چون خودش نمیخواست. و چون خودش نمیخواست علاقه داشت و یا ای که در محیط وقتی که میدید خود تنها احساس میکرد. چون شاید در محیط مکتبی که میرفت ممکن کسی دیگه نبوده که چادر میداشته، بله خورد بوده و یا و هم خوش داشته که مثل دخترهای دیگه نروژی باید آزاد باشه. آزاد باشه میکشید و امی چی را فکر میکنم
در مکتب معلمین یا استادا متوجه میشن که طفل زمانی که میایه چادر خودم میکشه و وقتی که پس دوباره میخوای به طرف خانه بره چادر خودم میپوشه. دلیلش چیست؟ وقتی که زمانی که از طفل پرسان کرده بودن، طفل برایش گفته بود که من خوش ندارم که چادر بپوشم، اما پدرم یا مادرم والدین میخواه که من باید ایره بپوشم. بس پیام دادن برای پدر و مادر رو خواستن، امرایشان جلسه های متعدد گرفتن تا ای که پدر و مادر قناعت دادن که باید برای طفلش حق بدن و حق طفل است. اگر چادر میپوشه هیچ کس در جامعه نروژ هیچ کس مانعش نمیشه که تو چرا چادر میپوشی و چرا با چادر مکتب میری. و زمانی که اگر طفل نمیخواه که چادر بپوشه دیگه هیچ کسی هم حق نداره که سر از زور اجبارن چادر بپوشن. و برای پدر و مادر قسمی گفته بودن که اگر شما میخواهید که طفلتان چادر بپوشه باید با طفلتان صحبت بکنین، با همون طفلتان قناعت بتین یا ارزش هایی که چادر از لحاظ فرهنگیتان داره برای طفلتان باید بیان کنین تا طفل خودش علاقه بگیره او رو بپوشه، نه ای که به زور بله. که بعضا چالش های ایجاد میشه بین فامیلا. بله بسیار خوب. و یک موضوع دیگه هم است که اگر کوتاه بگین خود همین مسئله یا مشکل اقتصاد، مثلا وقتی که ما میاییم البته در کشورهای خود ما در افغانستان هر کس باز امو رقم مثل دیگه موضوعات ما چیزهای مختلف خود داشتیم، درست شرایطهای مختلف داشتیم هم از نگاه اقتصادی هم درسته. وقتی که اینجا میاییم خب در افغانستان هر رقم بودیم، داشتیم پولدار بودیم یا به حساب کم پول، فقیر، دارا، هر رقم. ولی وقتی که اینجا مییم خب در این کشورها امو استاندارد نرم یا امو برای یک مهاجر که تعیین میشه یا برای یک شهروند که تعیین میشه امو رو ما و شما میگیریم، امو حقی که داریم امو رو حساب میگیریم، درست. این گذشته ما و شما که چه رقم بودیم او رو نه، قبل از اینکه البته سر کار میشه، بعد از که کار میگیریم سر کار میشه یه شرایط فرق میکنه. یک مشکلاتی هم است وقتی که میایده در والدین اکثر وقتا همی خود مشکلات اقتصادی هم باعث بسیار جنجالای داخل خانواده میشه که بعضی وقتا والدین نمیتونن خواستای اطفال خود و اگر مطابق مثلا اولادای ما میره در مکتب همراه دخترها و بچهای نروژی، درست، جوانای ما اطفال ما خرد کلان، وقت اینا طرف از اونا میبینه چرا مثلا او دارم من ندارم. اینی جنجالام بسیار مشکلات زیاده در خانواده درست میکنه و طفلا هم که امون رقم که گفتیم خب زودتر از همگی آشنا میشه، بلد میشه و یک مقدار شکایت از این خاطر هم میکنه. کدام توصیه شما، کدام گفتنی در این باره دارین؟ طبعا زمانی که یک فرد از کشور خود ترک میکنه و کشور جدید میه، خصوصا نروژ، از لحاظ اقتصادی خوشبختانه زمانی که اینجا میه، اما قسمی که شما گفتین یک مقدار حقوق استانداردی را برای مهاجری که تازه میاد دولت البته با در نظر داشت مصارف یک فرد که چقدر از لحاظ مصرف، چقدر از لحاظ پوشاک، خوراک و مسکن، تمام مصارفش محاسبه کرده، یک استاندارد برش یک مقدار پول میده که کاملا امو مقدار پولی را که برش میده اگر ما به صورت نرمال یا به صورت عادی او را مصرف بکنیم کاملا کفایت میکنه به یک فامیل که تمام ضرورات یک فامیل نظر به تعداد فامیل، نظر به سن سالش مد نظر گرفته شده البته. و این خب قسمی که شما گفتین بعضا اطفال همونطوری که، اما ما اگر بخوایم به صورت عادی زندگی نرمال خود داشته باشیم کاملا همین کفایت میکنه. و اگر ما بخوایم که مصارف گزافه را بکنیم و یا آنچه که غیر ضروری هست ما دهو مصرف بکنیم، این یک مقدار چالش برانگیز است و ممکن است والدین قبل از اینکه سر کار شوند و کار و یا وظیفه پیدا بکنن
با امو معاشی که از طرف کمون میگیره ممکن به خواسته های بزرگ اطفال خود رسیدگی کردن نتونه. بله. یک واقعیت عینی است. اما بهتر است بازم برمیگردیم به این که چه قسم ما با اطفال خود کار کنیم در محیط خانواده، چه قسم با اطفال خود صحبت بکنیم و با اطفال خود باید ما همین شرایط زندگی خود تشریح بکنیم که اطفال باید بفهمن که ما در چه شرایط زندگی قرار داریم. فرض مثال ما افرادی هستیم که تازه آمدیم و افرادی کار نداریم، معاش نداریم و اینمی معاشی را که یا معاش کمکی را که دولت بر ما میته یا کمون بر ما میته، اینمی قدر است که ما میتونیم زندگی عادی خود به صورت بسیار خوب، به صورت بسیار عالیش پیش ببریم. اما ما ضرورت به این نداریم که فرض مثال ضرورت به این نداریم که ما که کار ندارم لباسای مارک بپوشم. بله. ما میتونم با از یک لباس عادی و ارزان و میتونم حتی در بعضی مواقع از امو تخفیف هایی که در مارکت های ایجاد میشه از او استفاده بکنم و ما باید اطفال خود قناعت بدیم که شرایط ما در او شرایطی نیستیم که ما از فرض مثال بوت مارک بپوشی که یک بوت تو مثلا 2000 یا 3000 کرون قیمت داشته باشه که 2000 یا 3000 کرون خرچی یک ماه فامیل تقریبا میشه و این ضروری نیست که تو 2000 یا 3000 کرون یک جور بوت بخری. میتونیم که با 400 یا 500 بهترین بوت به دست بیاریم و این ما مهمی است که با اطفال خود باید ما آماده به این بسازیم که اونا شرایط اقتصادی ما را قبول بکنن و بپذیرن. بله. بسیار خوب، بسیار خوب، بسیار نکات خوب و موضوعات خوبه شما یادآور شدین و رقمی که من فکر کنم اگر یادم نرفته باشه در شروع شاید گفته باشم که می رقم که شما در استودیو هستین و امروز من هم که پروین ناصر امروز شما بودم در استودیو، شاید در شروع یادم رفته باشه و من هم کارمند کمون تورانایم هستم و یکی از جمله شما مهاجرین. من مهاجر هستم، من سالهای سال هسته که در نروژ زندگی میکنم. البته من بسیار وقت شاید 24-25 سال شده که در امی کمون تورانایم در شهر تورانایم زندگی میکنم و تقریبا شاید 21 سال شده باشه کار کردیم و از 21-22 ساله که من 100% البته کار کردیم. شاید از 2013 فکر کنم اگر اشتباه نکرده باشم کارمند کمون شدیم و دیگه اشته کارهای دیگه کارا مشغول بودیم و همچنان در اینجا درس خواندیم. قبلا از وطن خود در پنزه ژورنالیسم درس خوانده بودم ولی وقتی که متاسفانه در نروژ آمدیم اینا قبول نشد، باید دوباره هر چیز از صفر شروع میکردم که زندگی را به حساب زندگی که داشتیم و هر رقمی که بود وقتی که در نروژ آمدیم متاسفانه از شروع کردیم تا آله که آله هستیم. امی گفته مردم زده روان هستیم، همینطور دویده روانیم که ببینیم کجا میرسیم و چی میکنیم. و یک چیزی که و من خودم هم که امی رقم مهاجر آمدیم مثل شما وره که من میبینم که فرقشه که و زمانی که ما آمده بودیم تا آل را که مثلا من وقت جوانتر از آل بودم، البته مادر شدیم در می نروژ که بسیار به نظر خود فکر میکنم که تمام کارا یک طرف خود وظیفه یا می مسئولیت به حساب مادر، چون من از وظیفه والدین نمیتونم بگم که مادر بسیار وظیفه سخت بوده، بسیار مشکل بوده. این یک مسئولیت بسیار کلان است که من دارم. مادر 2 طفل هستم. شاید پدرشان بفهمه که او وظیفه زو دیگر رقمه، من نمیتونم به جای ازو چیزو بگم ولی خودم میفهم که بسیار مشکل است. و یک چیزی که فرقی که من میبینم زمانی که ما آمدیم تا این زمان یک کم حساب زندگی شاید البته به نظر خودم میگم ساده تر شده باشه برای شماهایی که نومین به این که وقتی که اون زمانی که ما آمدیم امی سیستم این رقم نبود، شرایط یا قانون این رقم نبود یا
جامعه درست امو جامعه است، زبان امو زبان است، مردم امو مردم است، آب و هوا امو رقم است، تفاوت‌های خود داره. ولی فرهنگ ما امو رقم، دین ما هم امو رقم. ولی حداقل مثلا شاید ما همی احساس داشته باشم شما که آمدین امی خود پروگرام یا امی اینترودکشنز پروگرام اینا قبلا نبود. بعضی وقتا من فکر میکنم اگر امی رو ما می داشتم، اگر من شامل امی پروگرام می بودم، شاید من امروز میتونستم یک جای، البته راضی هستم از تمام چیز خود، از کار خودم، ولی شاید یک جای دیگه می بودم یا شاید زودتر در می جای می رسیدم. ولی او زمان با ما سخت‌تر بود، به این که نداشتیم امی امکانات که امروز داریم. مثلا اینترودکشن نبود، بود برای یک وزم، یک به این رقم نه، به یک نحوه، یک تفاوت‌های دیگه، فقط یک تعداد مربوط از اون میشد. یعنی ما همه چیز سر به حساب خود ما باید تلاش میکردیم، راههای خود پیدا میکردیم. این رقم خوب بود، همه چیزش تیر شد، تمام سختیاره. ولی که این رقم که گفتم تا زمانی که مادر نشدیم، وقتی که مادر شدم این وظیفه به من بسیار سخت بود. میگفتم ای کاش مرا یک جایی میگفت که تو هیچ خانه نرو، 24 ساعت کار کو، 200% 300% کار کو. ولی این وظیفه مادر شدن بسیار به من سخت بود، چون در نروژ من خودم اولین بارم اینجا مادر شدم. تمام چیزا فرق داشت. مثلا در افغانستان خب من مادر نبودم ولی خوردم بودیم از افغانستان برمیدیم، خب بازم که میدیدم دیگرها را فرق داشت. ما مثلا اینجا طفلا مثلا روز مکتب هستک یا مثلا کودکستان هستک، پدر و مادرم در کار یا اینا. وقتی که در افغانستان میبودیم خانه میرفتیم، خانه بود دیگه، کار خلاص میشد. درست؟ ولی در اینجا خلاص نمیشه. در نروژ مثلا میریم کار، بعد از اینکه از کار خانه میاییم باز شروع میشه این نمیفهم چی میگم، بعضی چیزایی که بعد از کلمه دریش یادم رفت، فعالیت‌های یا چیزایی که سرگرمیایی که طفلا داره یا هوبی یا علاقه ورزش و اینا، فریتیتس اکتیویتیت، فعالیت‌های اجتماعی یا فعالیت‌های اضافی که باید اطفال داشته باشن. یا کلانام. درست میایم خانه از کار مانده زله گفته مامیانه ما شما باز بدو که اینا رو ببری طرف و طرف. بعد از او خود شرایط بارناگه یا کودکستان، شرایط مکتب، مثلا در افغانستان اینا داشت. سابق البته حال نمیفهم، سابق که ما رو مکتب روان میکرد، خب میرفتیم مکتب میامدیم دیگه. قدرم چیزهای دیگه یادم نیست اگه مادرم داشته باشه. درسته تشویش داشت طبعا، ولی اینجا نه. ما میگم که مکتب میره دیگه، میرفتیم مکتب خوشحال بودیم. ولی اینجا باید آدم متوجه باشه، دوست داره، آشنا داره، امرای کی است نیست. همیشه امی رقم که پیشتر شما هم گفتین، باید امی یک همکاری بسیار زیاد مکتب و خانه باید داشته باشه، مکتب و والدین باید داشته باشه اگه بخواه آدم درست یک طفل به جامعه تقدیم بکنه. اینی چیزا را که من میدیدم یا میبینم تا حالا که طفلای من هنوزم کلان نشده خورده هستن، بسیار یک وظیفه کلان است. خود همی تربیت طفل، من یک کورس رفته بودم، خودم میخواستم که کورس را برای تربیت والدین بود، من میخواستم اون کورس برم که بتانم من به دیگرها راهنما باشم یا این کورس بتانم خودم از مرحله تیر شوم، بتانم کورس به دیگرها داشته باشم. یک روز با بچه خوردم گفتم که بیا که میخوایم رای ما یک فیلم درست کنیم، چون از کارخانگی یا از کورس با ما گفته بود که همینطور یک چیز را امرای طفل خود یک فیلم درست کنیم، روز دیگه بیاریم به دیگرها این را توضیح بدیم. گفت مادر چی میکنید فیلم؟ گفتم که این را ما در کورس از ما خواسته. گفت کدام کورس؟ گفتم کورس میرم به خاطر این رقم والدین است، تربیت اطفال و این رقم از این چیزا. گفت میخوای یک مادر خوب شوی؟ گفتم که میخوایم یک مادر خوب شوم. یعنی من 10 سال شده بود که مادر بودم دیگه، 12 سال.
تا وقت ما البته مادر خوب نبودیم دیگه. گفت بعد از اینکه من کورس برو مادر گفت میخوای مادر خوب شوی، اینی چیزایی که شما میگین همگیشه به حساب ما هم در جریان همی سالایی که بوده دیدیم سختی های خود داره بسیار زیاد. واقعا که تربیت اطفال یا مسئولیت والدین در نروژ چی پدر یا مادر یک مسئولیت بسیار بزرگ به بار دوششان است که باید نسبت به افغانستان قسمی که شما پیشتر یادآور شدین. ما اگر در افغانستان یگانه نگرانی ما از مسئله امنیتی بود، بله. جدا از مسئله امنیتی دیگه هیچ گونه نگرانی نداشتیم. طفل خودش میرفت مکتب، پس خودش می آمد خانه و اطفال و خصوصا خانم‌ها یا مادرها همیشه اونا اگر یک تعداد بسیار زیادشان مسئولیت‌های بیرونی نداشتن و صرفا در خانه بودن، اونا مسئولیت اطفال داشتن که او هم در محیط خانه. اما اینجا بر علاوه از این که مسئولیت طفل به عهده دارن، خصوصا مادرای بزرگوار، اونا مسئولیت‌های بیرونی هم دارن که باید بیرون از خانه فعالیت داشته باشن، کار داشته باشن، کار بکنن و خود طفل در هر مرحله زندگیش مسئولیت‌های متفاوت خود داره. طفل خرد بیشتر، طفل بزرگتر کمتر و طفلی که باز در سن بلوغ میرسه او باز مسئولیت خیلی بزرگتر داره نسبت به طفلای کوچک. خصوصا همونطور که گفتین والدین، مادر و پدر باید متوجه رفتار اطفال خود باشه، دوستای اطفال خود باید بشناسه و محیطی که اطفال در اونجا بازی میکنه محیط باید شناخت کامل داشته باشه که اینا تمامش مسئولیت‌هایی است که باید والدین تا زمانی که طفل به مرحله قانونی یا سن قانونی خود میرسه متوجه به والدین میشه که البته این مسئولیت ها باید مشترکاً با مکاتب یک هماهنگی یا همکاری باید باشه، همکاری خوب و یگانه چیزی که والدین میتونه با اطفال خود مؤثر تمام شد در تربیت اطفال، اونها همکاری والدین با مکاتب است. خوشبختانه خیلی یک رابطه بسیار خوب بین مکاتب نروژ و والدین وجود. بله بسیار مهم است، درسته که میره داشته باشیم. و یک چیز دیگه که ما خودم از تجربه خود میگم، با ما چیزی که بسیار مهم است چون ما شما که هستیم از درست است به حساب خصوصا به طفلای ما، مثلا طفلای ما به اینجا به دنیا آمدن یا اینجا تولد شدن، همی دو فرهنگ، همی کلتور کرش یا همی از دو فرهنگ هستیم. درست اینا بعضی وقتا در خانه که هستن، خب بالاخره یک فامیل هستن که افغانی، وقتی که بیرون میرن در مکتب که میرن او در جامعه هستک، در مکتب هستک، مکتب نروژی هستک، دوست و سنفیا و شاید هم افغان هم باشه، شاید هم از دیگه کشورها باشه، ولی خب جامعه نروژی هستک. اینا چیزی که مثلا من پیش خود میگم تا زمانی که اگر آدم بخواه دمی جامعه تطابق بکنه، دمی جامعه را برای خود آسان بسازه، چون همه چیز دست خود ما شماست. اگر بخوایم که ما اینمی بعضی چیزها را قبول بکنیم، باید قبول بکنیم و قبول بکنیم. قانون که خب این کشوری است که قبلا شما هم گفتین قانون است، درست؟ خود اینمی مردم اینمی قانون درست کرده و ما هم مطابق قانون عمل میکنیم. اگه بخوایم همی جامعه را بر خود آسان، همی زندگی را دمی جامعه بر خود آسان بسازیم، باید یک مقدار چیزا را قبول بکنیم. شاید از نگاه فرهنگ ما بعضی چیزا، حتی از نگاه دین ما، از نگاه اسلام هم با شما شاید قابل پذیرش نباشه یا شاید سخت باشه، ولی اگر بخوایم خود زندگی را اینجا بر خود آسان تر بسازیم، بعضی چیزا را باید قبول بکنیم، خصوصا در قسمت تربیت طفل و هم به خود ما کلانا، خود ما والدین هم آسان تر میشه. مثلا ما بعضی وقتا در خانه چیزی که ما تنها مثلا چیزای مثلا سال نو، مثلا عید، مثلا بعضی چیزایی که دیگه که داریم اینا را یا مثلا در اینجا میبینیم عید کریسمس است، بعضی چیزای دیگه که در جامعه نروژ است یا
اینا را ما هر دوتای از اینا را به حساب انجام میتیم در خانه. باید تجلیل بکنیم. بله تجلیل میکنیم. وقتی که زمان کریسمس است در خانه ما کریسمس است. در خانه ما اگه عید میشه عید است. سال نو داریم یا نوروز داریم نوروز است. و امیر رقم دیگه چیزای زیاد. چون من خودم در اوایل درست متوجه نمیشدم. بعضی وقتا که اول طفلا خورد بود اینا کمی که کلانتر شد دیدم که اینا کودکستان میرفت. در اونجا بعد از اینا وقتی اگه کریسمس میشد یا وقتی پسکه میشد یا وقتی دیگه چیزای مذهبی از اینا میشد میگفت یک مقدار چیزا رو بر اطفال. وقتی که اینا میامد خانه اگر ما والدین متوجه نشویم یا نباشیم یا متوجه می چیز حرکات طفلا میای سوال میکنه. مثلا من خودم بعضی وقتا طفلا آمده سوال کرده، بعضی وقتا میپرسن، بعضی وقتا چرا ما مثلا اونا دارن ما نداریم، یا مثلا چرا در خانه ایست در مکتب در کودکستان یا در مکتبی. از وقتی که ما مثلا خصوصا تا که طفلا بفهمه یا یک وقت شاید خودشان اگر متوجه شد نخواین وقتی که خورد بود کار نکنیم که اینا در دو فرهنگ بانه. ببینیم خب خیره. البته به نظر من شایدی کدام گناهی هم نباشه چون من عالم دین هم نیستم، ولی به نظر خود میگم اگر من کریسمس در خانه خود بگیرم یا یک چیز دیگه را در خانه تجلیل بکنم شایدی کدام ضرری هم به طفلم نداشته باشه. طبعا یک نظر بسیار خوبی است که کاملا با نظرتان در این رابطه موافق هستم. خصوصا ما افرادی که تازه آمدن بله. خیلی یک گپ مهم است که باید ما این مسئله را مد نظر بگیریم و کوشش بکنیم همیشه آنچه که ما از دو فرهنگ متفاوت از دو دین متفاوت ما بله. خوب اما نقاط خوب و مثبتی را که باعث پیشرفت و موثریت در زندگی اطفال میشه انتخاب بکنیم و برای اطفال خود تشریح بکنیم. بله. فرض مثال شما یادآورشین از تجلیل از مراسم کریسمس یا سال نو میلادی، چون جزء فرهنگی جامعه نروژ است ما نمیتونیم که اطفال خود از این کنار نگاه بکنیم. به خاطر زمانی که ما اگر کنار از تجلیل از جشن کریسمس و یا سال نو میلادی ما کنار بگیریم اطفال خود، اطفال ما میرن با یک حالت دیگه یا سوالای متفاوت پیششون خلق میشه و از جامعه که در روز زندگی میکنن به انزوا میرن. بهتری است که ما در پالوی ازی که اما مراسم نوروز یا مراسم فرهنگی خود ما که نوروز از عید قربان یا عید رمضان یا خود ماه مبارک رمضان است که ما تجلیل میکنیم، در پالوی ازی چی خوب است که ما امی کریسمس و یا جشن سال نو و روزهای ملی را که مردم نروژ تجلیل میکنن ما هم باید تجلیل بکنیم، با اینا همگام شویم، به خاطر از اینکه ما باید خود تطابق بدیم با همین جامعه. حال زمانی که ما اینجا آمدیم دمی جامعه زندگی میکنیم و همونطور که شما گفتین ما باید زندگی را برای خود آسان بسازیم، نه ای که برای خود مشکل. بله. زمانی که ما اگر بخوایم تنها آن چیز ارزش‌های فرهنگی خود ما را ما برایش ارزش قائل شویم و ارزش‌های فرهنگی نروژ را ما برایش ارزش قائل نشیم، یک چالش یا کانفلیکت ایجاد میکنه بین دو فرهنگ که سبب مشکلات در محیط خانواده و بین اطفال و والدین میشه. و همونطوری که ما مثلا ما بسیار خوشحال هستم که در جامعه نروژ زندگی میکنم که اینا بر علاوه که قسمی که برای جشن کریسمس و برای جشن سال نو میلادی و اینا ارزش قائل هستن، همون قسم برای ارزش های فرهنگی ما هم ارزش قائل هستن. ماه مبارک رمضان و عید رمضان، عید قربان و سال نو یا نوروزی را که ما تجلیل میکنیم اینا ارزش قائل هستن که ما بار بار با هی سر خوردیم. مثلا من از طرف دوستای نروژی خود زمانی که نوروز بود من کارتای تبریکی دریافت کردم که برای من جای افتخار است و اونمو یک قائل شدن به ارزش فرهنگی ماست
و یا ما زمانی که ما در چیز پروگرام آموزش نروژی هستیم، یک روز مکمل در ماه مبارک رمضان یک استاد ما که خودش نروژی هست یک پرزنتیشن بسیار جامع و کامل در مورد ماه مبارک رمضان تهیه کرده بود که در او کورس به شکل دیجیتال بود که ما تقریبا 20-25 نفر از نقاط مختلف ترندلاک در او وصل بودیم که در او از ادیان مختلف اشتراک داشت. تنها ما که مسلمان بودیم نبودیم، از ادیان مختلف، از کشورهای مختلف موجود بود و بسیار با تمام جزئیات ماه مبارک رمضان و ارزش‌های رمضان را تشریح کرد. و زمانی که ما عید آمد، روز اول عید، ما پیام تبریکی عید دریافت کردیم از طرف استادا، از طرف دوستای نروژی. ما یکی از دوستایم هست که طفلای از او در تورنهایم بارناغه میرن و پیش از این که در عید رمضان بیا استادا از والدینش پرسان کردن که شما عید تسجیل میکنین؟ اینا جواب داده بودن بله. روز عید وقتی که اطفال میرن مکمل بارناغه را دیزاین کردن، دیکور کردن و عید مبارک نوشته کردن و برای دو طفلی که میره بر اینا میز تهیه کرده بودن و عید برایشان بسیار با یک پیشانی واز، با یک تجلیل بسیار خوب عید برایشان تبریکی دادن. خب اینمی ادغام فرهنگی است. بله. وقتی که مردم نروژ اینقدر مهربان میشه، به ارزش‌های فرهنگی ما ارزش قائل میشه، ما هم باید به ارزش‌های فرهنگی اونا قائل شیم تا اینکه زندگی رو برای خود آسان بسازیم. ولی متاسفانه ما شاهد بودیم که بعضی وقتا اکثریت فامیلا گفتن که اکثریت یا برای یک تعداد بگویم چه رقم که بهتر است در وقت نزدیکای کریسمس، ماه دسامبر که بسیار اینا خب عیدشان است، درست؟ امور رقم شاید در کشورهای ما شما پیش از عید سال نو، عید خود رمضان یا عید قربان که داشتیم چی وضعیتی بود شهر در زمانهایش؟ البته حالا نمیفهم امو جمع جوش رو داشت. اینجا امور رقم است. ماه دسامبر ما شما میبینیم هرچی که نزدیک میشه به عید کریسمس بیرو بار و جمع و جوش و گرفتاری زیاد است که مردم مصروف میشن و متاسفانه ما شنیدیم بعضی وقتا که بعضی گفتن که خوب است که طفلا در ما خانه باشن، نباشن در مکتب، نباشن در کودکستان، چون تاثیر منفی دارن سر طفلای ما که اینا جشن از عید کریسمس میگیرن. و حالا که این گپ شما گفتین که ما بسیار زیاد خوشحالم شدم و ما جای شک نیست که اینا اگر بفهمه ای جامعه اینا و احترام میمانن. احترام هم دو طرف است که با یک دو طفل روزی عید برشان جشن گرفته و از اونای خوش آمدید یا برخورد خوب امروز داشتن، چقدر جای خوشی است. ولی ای کاش می رقم از دو طرف همیشه باشه و بتانیم همی زندگی خود ما به خود همینجا آسانتر و راحتتر بسازیم. هر قدر ما اینا را قبول میکنیم، این چیزای جامعشانه، خوبیایشانه و یاز ما را از دو طرف اونمو رقم قدر به خود ما و شما آسان میشه و نه مشکل با بارنورد می داشته باشیم و نه مشکل شاید امرای با اطفال خود داشته باشیم. بله. و یک مقدار خاص باشه که می چون زیاد سر موضوع بارنورد گپ زدیم، یک مقدار معلومات را درباره بارنورد بگوییم که اینا کی هستند یا بارن و فامیلش هستند. کسایی که حتما این بخش پادکست ما و شما را میشنون شاید تنها شنونده‌های کشور نروژ نباشه، از دیگه جای هم باشه که بارنورد یا امو دفتر یا یک بخشی است که اینا مواظبت از طفل میکنن در نروژ داره. البته بخش بسیار کلان است، کارهای مختلف رو داره، بخشای بسیار زیاد است و یک بخشش مربوط همین کسایی است که مواظبت از طفل میکنه یا مثلا فامیلایی که مشکل داره همراه اطفال خود و چیزهای مختلف، جهتهای مختلف.
یا از مکتب یا از کودکستان یا همسایه یا یک راه رو یک کسی را که ما میبینیم، هر باشنده، هر نفر وظیفه داریم که وقتی که میبینیم طفل خشونت از صورت میگیره امرای طفل، کارهای غیر قانونی امرای طفل صورت میگیره، پدر و مادر مثلا مشکلات روانی دارن یا مشکلات الکلیکی دارن یا از این مشکلات هایی که در قانون نروژ این غیر قانونی است، اجازه نداره آدم این رقم برخورد امرای طفل داشته باشه، یا مثلا تشویشی داریم که نمی پدر و مادر نمیتونه از این طفل درست مواظبت کنه. ما وظیفه داریم که باید اینا را در جریان بانیم، باید اینا را خبر کنیم، باید بگوییم که مشکل چی است. اما رقم هم معلم کودکستان، هم یک همسایه، هم یک کارمند، هم یک راه رو، هم یک نفر که در بس میبینیم، هر کس وظیفه داریم باید اینا رو خبر بدیم. وقتی که ما خبر میدیم به این معنا نیست که مثلا و یک کلان کیس شوه برشان، یا یک نظر ما داشته باشیم که بگوییم که اگر خشونت باشه درست و گفتیم آمیانه ما و شما میبینیم که یک طفل زد یا میزنه یا مطمئنیم که نمی پدر یا مادر یا اینمی دیدیم یک جای، این به حساب زدن یا کار حتی تجاوزهای جنسی، حتی هر چیزای دیگه اگه طفل می شکایت میکنه، اینا را نظافت، این چیزا را ما وظیفه داریم خبر میدیم و وظیفه از اونا است که اونا تحقیق میکنه و یک پروسه بسیار طولانی است که اول که می بشیمنیngsmelding یا مو پیام که میره برای از اونا از طرف کسی که شک داره یا مطمئنه یا دیده شاهد بوده، وظیفه از اونا است که وقتی ما خبر میدیم به اونا چه رقم شروع کنه کاره. آیا بله آیا در این وضعیت است که طفل بگیرن، آیا در این وضعیت است که از والدین مثلا به حساب کدام کورسایی بانن، راهنمایی بکنن، این چیزا همگیش مربوط از اونا میشه که امور رقم که شما گفتین قبل در شروع هم که نظر به قانون درست در کدام سطح است. وقتی که میگه قانون نروژ میگه که طفل زدن ممنوع است، درست غیر قانونی است، چی طفل باشه، چی یک حیوان باشه، چی یک کلان باشه، درست خرد کلان هر کس زدن در قانون نروژ ممنوع است. او مثلا او جداست دمو هم تا که یک بسیار پروسه طولانی است که طفل بگیرن ازشان، بدون محکمه میشه و میرن کسایی سر از او کیس کار میکنه، یک نفر تصمیم گرفتن نمیتونه، بعد از او یک پروسه طولانی تصمیم میگیرن که طفل بگیرن یا نگیرن و اگر میگیرن هم به چی دلیل در محکمه که دایر میشن اونجا قضاست، اونا تصمیم میگیرن در کدام شرایط اگر بگیرن به چی دلیل، اگر نمیگیرن به چی دلیل، یا که نگیرن چی کمک ها رو باید به والدین داشته باشه که طفل امو بتانه که طفل امرای والدین خود زندگی بکنه و یک تلاش بسیار زیاد است چون طفل هم که میگیره کمون اگر از والدین بگیره خودش یک مصرف بسیار طولانی داره، مصرف بسیار زیاد است، گزافی است که باید وقتی که طفل میگیره در خانواده دیگر جای به جای میکنه. این خب به حساب به زبان میگم طفل گرفت، ولی ای که چی چیزایی داره این کار آسان نیست، تنها مصرفش یک جای دیگه کارش به مو خاطر همی بارنوان یا می کسایی است که در می بخش کار میکنن، اینا کوشش میکنه که کار بکنه که اول همی خود خانواده را کوشش بکنه که طفلا با مو پدر و مادر اصلی خود اونمونجا یک کار برشان راهنمایی داشته باشن، جلسایی بانن یا کورسایی را نظر به شرایط هر خانواده هر فامیل که چی ضرورت داره اینا رو کوشش بکنه که امینا یک جای باشه. خب وقتی که اگر که نمیشه میبینن که نمیشه او کار بدی است. بعضی خانواده تغییرات نمیان، بعضی خانواده نمیتونن نمیشن یا طفلا یا همو والدین و اینو بعد از او باز
تصمیم رو میگیرن که چی کار شه. او هم که در شرایطی که گفتم که زدن باشه، خشونت، لعن و کوب، یا مثلا تجاوزهای جنسی، یا مثلا پدر و مادرشان مثلا معتاد هستند یا الکلیک یا معتاد هستند، یا اینی میبینن که ده اینمیجه طفل برشان خطر است. طفل نمیتونه دینمی خانواده زندگی بکنه، دینمی پیشینمی پدر و مادر باشه، به خاطر که اینا میبینن که امو ضرر به طفل نرسه، نه ضرر جسمی نه روحی. چون یکی ضربه روحی است یکی جسمی. خب اینی چیزا را یا در نظر میگیره بعد از او که بسیار شرایط جدی و ببینه تربیت طفل، حتی در خانواده که بسیار همیشه وقت جنگ و جدال و مثلا خشونت و از این چیزا باشه، طفل ضربه میبینه. درست که شما دکتر هستین، شاید زیادتر در قسمت بفهمین، چون با مو اساس اینا میخواه که طفل در خانواده نباشه بهتر است تا ای که چی باشه به حساب تایی که امروز خانواده زندگی بکنه. درست؟ چون طفل میخواه که امو بارنس سالم باشه، بله سالم به دنیا کلان شوه و اونمو طفل است که آینده نمی کشور است. درست؟ اونمو طفل است که درست باد دمی جامعه امین دکتر ما میشه، انجینیر ما میشه، مثلا معلم ما میشه، یا مثلا نجار، گلکار، هر کاری که اونمونا است که همین جامعه را پیش میبرن. طبعا که آینده با اتکا به این که آینده جامعه به دست اطفال امروزی است. البته قوانین ایران که بارنورد مد نظر گرفته و در او سرش کار میکنه، از با اتکا به می است که اطفال باید به شکل محسونش چه از لحاظ فیزیکی چه از لحاظ روحی باید بزرگ شوند، تا ای که در آینده مشکل ساز برای جامعه نباشند، تربیت سالم شوند. در اینجا ما باید یک چیزی رو باید بگیم که در ابتدا ما هم تصور ما نظر به شایعاتی که در مورد بارنوند یا امی دفتر حفاظت از اطفال شنیده بودم، فکر میکردم که یگانه وظیفه همین دفتر ای است که طفلا را از والدینش جدا بسازن. بله. اما زمانی که ما در کورس‌های متعددی که از طرف کمون دایر شد و تشریحاتی که در مورد بارنوند صورت گرفت و معرفی که از طرف کارمندای همین دفتر حفاظت از اطفال شد، ما کاملا برداشت ما تغییر کرد و ما دریافتم که وظیفه اینها تنها گرفتن اطفال نیست از والدینش. و اطفال در شرایط خاص از والدینشان جدا می‌سازه. قسمی که شما یادآور شدین شرایط متفاوتی است. مثلا اطفالی که در یک فامیلی که پدر و مادر معتاد هستن که اونا نمیتونن حتی از خود مواظبت بکنن و از اطفال به هیچ صورت نمیتونن محافظت بکنن، در اون حالت مجبور میشه که اطفالشان در یک جای خوب، یک پناهگاه خوبی برش بسازن، بارنوند انتقالشان میته از پیشان. و یا اطفالی که والدینی که اونا به مریض هستن، به مراقبت خودشان به مراقبت دوامدار ضرورت دارن، در این حالت به صورت موقتی تا زمانی که همون مشکلات صحیشان رفع میشه، اطفال بارنوند تحت پوشش قرار میده و زمانی که والدین صحتشان خوب شد و تانستن همون توانمندی مواظبت از اطفال دوباره پیدا کردن، پس اطفال براشان تسلیم میکنن. بله. و یا اطفالی که مورد خشونت قرار میگیره، اطفالی که در یک محیط خشن و یا در یک خانواده‌ای که همیشه در اونجا یک جنجال بین پدر و مادر وجود داره که طبعا طفل در اونجا اگر از لحاظ فیزیکی صدمه نبینه، اما همیشه از لحاظ روحی زیر فشار روحی است. در اون محیطی است که برای اطفال محیط سالم نیست. این حالت هست که بارنوند تصمیم میگیره که چی بکنه. آیا با فامیلا کار بکنه تا ای که فامیلا را آماده به این بسازن که اطفالشان محیط خانواده را سالم بسازه برای اطفال، تا او زمان
تحت پوشش قرار میده و هیچ قسمی که شما فرمودین اگر با وجود کار و یا با وجود تماس‌های متعدد و با وجود ایجاد کورس‌های راهنمایی برای والدین، اگر محیط خانواده تغییر نکرد والد مجبور هستند که طفل از فامیل جدا بسازن. و بعضی وقتا یک چیز دیگه هم هست که شاید اکثریت شاید ازی هم بوده که طفلا هم به این رقم نیست که تنها مثلا مشکل والدین باشه. بعضی از جوانا هم خصوصا طفلا که کلان میشه، گفتم همین رقم به شرایط‌های مختلف از کشورهای مختلف، در خانواده‌های مختلف، اینا که میایند این جامعه، اکثریت از این جوانا بعضی وقتا متاسفانه اینا به راه‌های نادرست روان هستند یا جایای امرای گروپا یا دوست و آشنا یا رفیق یا دمو میلیو یا محیطی است که افرای ناسالم و نادرست است. اینا وقتی که با اونا در تماس میشه، با اونا در جریان میشه، یا مثلا شاید مواد مخدر سودا میکنن، شاید بعضی کارهای خلاف دیگه از قبیل دزدی یا مثلا از این قبیل چیزای دیگر اینا انجام میتن. خب وقت در قانون نروژ وقتی که طفل زیر سن 18 این کارا رو میکنه، طبعا وقتی خب مردم به پلیس اینا را رجستر میکنن، پلیس خبر میشن، پلیس که خبر شد خب بالاخره کار باز میم همی وظیفه بارنورد هم است که اینا را باید در جریان گذاشته شد. طفل زیر سن است و خب اینا را هم به اکثریت خانواده چون شاید نتانن، چی خانواده نروژی باشه، چی خانواده مهاجر باشن، افغان یا غیر افغانی از کشورهای دیگه، خب اینمی طفلا هم تربیت کردن از اینا مشکل میشه. بعضی وقتا شاید از کنترل والدین هم خارج شده، اینا از حد گذشته دیگه. خب نمیتونه والدین هم از اینا درست مواظبت کنه. شاید در این شرایط هم بعضی وقتا اگر تصمیم گرفته شوه که اینا را اگر زیر پوشش بارنورد باشن، اینا یا تحت نظر یا مراقبت اینا باشن، تا زمانی که اگر طفل درست به حساب اکثریت بفهمه که ما در راه نادرست روان بودم یا اشتباه بود اینمی کارهای ما، تا زمان اینا را مواظبت میکنن. در جایای انستیتوشن‌های یا بخش‌های یا خانه‌های هست که اونجا همیشه وقت اینه به حساب 24 ساعت نفر است، 24 ساعت کارمندای دولت، کارمندای کمون اونجا هست که از این طفلا مواظبت میکن. اگر بیرون رفتی باید اینی ساعت خانه بی، درست، غیر از او دروازه بسته میشه. خب بیرون میمانه، درست، باید او اینمی شرایط یا قانون یا تقسیم اوقاتی که درست میکنه یا اونمو قانون یا مو قواعد اونمو خانه را او باید عمل بکن. غیر از او که نمیه دیگه، خب اینا باید میره. بعضی خانواده اینمی کار نمیتونه، درست، اونجا طفلا زیر مواظبت یا مراقبت از اونا هستن تا اونا هم اشتباهات خود در نظر بگیره و متوجه شوه و همکاری با پدر و مادر که بتونن اینا دوباره یک جای به یک خانواده زیر یک سقف زندگی بکنه. که از این کارام از این کمکام پیدا میشه. ولی بعض وقتا متاسفانه یک چیز دیگه هم هست که یک مقدار چیزای هم اشتباه یا غلط فهمی های بین خانواده پیدا میشه و کارمندای دولت، کارمندای کمون یا کسایی که دمی بخشا کار میکنه و خانواده مهاجر، یک مقدار غلط فهمی های اینام پیدا میشه که به حساب یا شاید از نگاه فرهنگ، از نگاه دین، از نگاه حق حقوق طفل، حق یا تساوات فرهنگی یا حقوقی یا جنسی، مثلا دختر یا بچه یا پسر به حساب اگه بگیم اینا خب داره. یکی بعضی خانواده شاید به دخترای خود حق زیادتر میده، یکی به بچه های خود حق دخترها کمتر، بچه ها زیادتر. خود تو دختر هستی، تو بچه هستی یا پسر هستی، از این چیزا ما داریم و بوده. و اگه دختر ما بچه ما دوست پسر داشت یا دوست دختر داشت، خیره. دختر ما اگه داشت به حساب عیب بود دیگه.
درسته؟ از این گپا زیاد استک در جامعه ما، در جامعه نروژ، در بین خانواده مهاجر. و اینی گپا هم باعث میشه که بعضی وقتا جنجال بین جوانا، اطفال، خانواده بالاخره گپ میرسه به بانوان، پلیس، از این چیزا که متاسفانه استک و داریم. بله دقیقاً. و ما متاسفانه ببخشید گپ شما گرفتم و وقتی که میایم در این قسمت میرسیم بعد از او دیگه باز اشتباهات خود زیادتر در نظر نمیگیریم، متوجه نمیشیم درست که من چی کار کردم، من ایس یک مادر یا من ایس یک پدر یا من ایس یک اعضای می خانواده دیگه. اگر یک اتفاقی افتاد، اگر یک شکایتی رسید، اگر یک گپ شد دیگه میگیم که خب من اصلا کار نداشتم، من اصلا کار نکردم، بانوان آمد اولاد دختر مرا برد یا بچه مرا برد یا میگه که اینا درست، هم فقط جهتای منفی رو میبینیم، از خود نمیبینیم. دقیقاً وقت زمانی که یک اتفاق اگر میفته و یا طفل بانوان مجبور میشه که از والدین جدا بسازه، اکثرا والدین اصلا همطور که شما گفتین با واقعیت قضیه را انعکاس نمیتن که چرا دلیل واقعی از این که چرا بانوان طفل جدا ساخته او رو نمیگن و همیشه میشینن و هر جا همیشه میگن که ما هیچ گناهی نداشتیم، طفل ما را از ما جدا کرد. این یک گپ معمول است که تقریبا ماش بار شنیدیم این حرفا را، اما در بعضی موارد ما یگانه منحیث یک فرد تازه وارد در جامعه نروژ و توصیه ما برای دوستای دیگه که مثل ما تازه آمدنی است که ما باید اراسی از کلمه بانوان یا از اینمی دفتر حفاظت از اطفال باید نداشته باشیم. در صورتی که ما خود ما مراقب اطفال خود باشیم. زمانی که ما بتونیم با اطفال خود کنار بیاییم، مراقبت درست از اطفال خود بکنیم، اصلا هیچ جای احساس نمیشه که اونجا بانوان مداخله بکنه. یک مسئله و مسئله دیگه و بانوان تنها همونطور که پیشتر گفتم گرفتن اطفال وظیفهش نیست، بلکه کمک کردن هم طفل هم والدین است که اونا را کمک بکنه. و زمانی که والدین متوجه میشه که اطفالشان قسمی که شما یادآور شدین نظر به تنها در جامعه نروژ نیست و استفاده از اطفال خردسال در راه‌های غیر مشروع در همه نقاط دنیا وجود داره. همیشه خصوصا گروه‌های مافیایی و قاچاق مواد مخدر همیشه اطفال مورد سوء استفاده خود قرار دادن در تمام کشورها، نه تنها نروژ که در افغانستان خود ما هم اطفال در معرض همچون خطر قرار دارن و در نروژ بیشتر قسمی که شما گفتین نظر به امو قانون معافیت اطفال زیر سن که معاف هستن، اکثرا گروه های مافیایی یا همون گروه های قاچاق مواد مخدر از اطفال کوشش میکنن به دام خود بیاندازن و مورد استفاده و یا باعث ترانسپورت مواد مخدر از او استفاده بکنن که ما در اینجا است که ما باید مراقب منعیس والدین وظیفه ما است که مراقب رفتار و مراقب دوستای اطفال خود باشیم. دوستای اطفال خود باید بشناسیم که اونا کی هستن. حتی اگر لازم باشه با خانواده هایشان ما باید در تماس باشیم. بهتر است که خانواده های دوستای اطفال خود بشناسیم. و زمانی که ما اگر کوچکترین عمل خلاف اطفال خود میبینیم، کوشش بکنیم تا ای که خود ما مانع از او شویم. زمانی که اگر خود ما نتونستیم از کنترل ما خارج شد، ما باید نظر به قانون و نظر به ای که ما معلوماتی که در مورد دفتر محافظت از اطفال
پیدا کردم این است که ما باید بدون هراس در تماس شیم با بارنورد، از بارنورد کمک بخوایم تا اینکه ما را کمک بکنه. و قسمی که شما گفتین اونا اطفال یا به صورت غیر مستقیم و یا به صورت مستقیم تحت نظارت قرار میگیرن تا زمانی که او اصلاح شود. زمانی که اصلاح شد پس دوباره به فامیلش و یا شاید هم ضرورت نشه که از فامیلش رو جدا بکنه و در کنار خانوادهش ممکن تحت مراقبت قرار بتونه. اگر در صورتی که محیط خانواده برش سالم باشه و در صورتی که محیط خانواده سالم نباشه، طبعا تا زمان سالم شدن محیط خانواده برای اطفال انتقال میتن به پناهگاه‌ها یا به جاهای مخصوصی که تحت مراقبت قرار میتن اطفال. بله چون و این خواهش من مثل یک فرد تازه واردی است که ما باید هیچ گونه حراسی از بارنورد در صورتی که خود ما کدام خلاف نکنیم نداشته باشیم. بله چون گفته شما درسته و اون رقم که در شروع ما شما گفتیم که تربیت اطفال خصوصا با ما فامیلای مهاجری که مثلا میم در این کشورها از دو فرهنگ‌های مختلف، از دین مختلف، فرهنگ مختلف، خود اموز تربیه خانوادگی ما هم با وجودی که اگه ما افغان باشیم در فامیلای مختلف به حساب ما تربیه شدیم، درست؟ به شرایط‌های مختلف. وقتی که خب اینجا میم اینا دیگه یک قانون داره، درست؟ قانون ما باید پیاده بکنیم و یک مقدار چیزا رو هم رقم که من پیشتر گفتم ما والدین هم باید یک مقدار چیزا رو ما هم قبول بکنیم. اینطور خوب نمیشه که تمام چیز ما بگیم که طفلای ما یا بگیم که ما آمدیم در جامعه نروژ، ما آمدیم در کشور نروژ، آمدیم در تورونایم یا از افغانستان آمدیم اینجا، ما مثلا این رقم بودم این رقم بودم و این محیط اولاد ما رو خراب کرد یا تاثیر محیط بود. الان که نه، خود ما شما یک بار پیش خود فکر میکنیم که ما چی کار کردیم به اولاد خود، جامعه چی کرد، اولادم چی کرده. های امی جایی که امی رقم که شما گفتین چرا ما مشکل دارم قبل از اینکه چرا خود مشکل کمک تقاضا نکنم تا بانم که این مشکل ما کلان شود. و خب طفل ما از دو فرهنگه، هم افغان میشه هم نروژی. ما اینا رو باید، اگر من مثلا خودم مثال بدم که من مثلا دختر 15 ساله دارم، اگه من مقایسه بکنم وقتی که خودم 15 ساله بودم یا آل دخترم 15 ساله است که در اینجا به دنیا آمده، اگه من امی کار امور رقمی که من 15 ساله بودم و امور اوالا من پیش ببرم، بخوایم که دختر من مثل من که 15 ساله بودم باشه، من اصلا من امرای دختر خود زندگی نمیتونم زیر یک سقف، در یک خانواده، در یک خانه، چون بسیار فرق داره. ما باید قبول بکنم که نمی دختر من به اینجا به دنیا آمده، در می جامعه کلان شده، در می محیط کلان شده و ما در یک جامعه دیگه، در یک محیط دیگه، در یک شرایط دیگه. خب و به این معنی هم نیست که ما بگم دخترم خب برو هر کاری که کردی دست اختیارت، هیچ نوع چیزی نداشته باشم، معلومات نداشته باشم، هیچ نوع ارتباط امرای دختر خود نداشته باشم، یا مو آزادی فرهنگ، آزادی بیان، آزادی دین، مذهب، هر چیزی که اینجا داره بگم خب دختر ما داره دیگه. من وظیفه هستم، من مسئول هستم که باید بفهمم که چی کارا رو انجام میده، چی کار میکنه، امرای کی است نیست، به مو چهار چوکات یا مو حدی که برشان تعیین کرده میگیرن سیاستنگ یا دمو داخل چهار چوکات. و اول اعتماد داره که من بتانم امرای اولاد خود پیدا بکنم. وقتی که من مطمئن باشم که نمی اولادم نمی کار دیگه نمیکنه، دیگه اعتماد دارم امرش، دیگه من مشکلی هم ندارم که هر لحظه پشت ازو باشم که کجا بودی، کجا رفتی، چی کردی نکردی. خب خبر داد مرا، رفت بیرون، چی کرد نشد، پس می دیگه ما بیشون که اوه 15 ساله بود دیگه، من می رقمی که ما بودم میم باشه دیگه، امو انتظار ازو داشته باشم، امو توقع ازو داشته باشم، خلاص دیگه اصلا نمیتونیم. و ما به می خاطر ما والدینم باید یک مقدار چیزا رو قبول بکنیم. دقیقاً که شرایط زندگی، اولا خود شرایط زندگی از یک کشور تا دیگر کشور کاملا متفاوت است. ما باید بعضی چیزایی را که بعضی حقوقی را که
در کشور نروژ نسبت به افغانستان برای اطفال قائل شده ما باید بپذیریم و برای اطفال باید حق بدیم که اونا هم آنچه که خواستشان است البته در همون یک چوکاتی که برایشان تعیین شده باید دسترسی پیدا بکنن به خواستهای خود. یک مسئله و مسئله دیگه مهمی است که زمان با گذشت هر سال از زمان تغییر در فرهنگ، تغییر در خوی خاصیت با ورود و پیشرفت بسیار سریع تکنولوژی عصر طبعا تغییر در امو شیوه زندگی مایی که 40 سال پیش زندگی میکردم تا اطفالی که امروز زندگی میکنه کاملا متفاوت است. مثل که شما گفتیم من نمیتونم که طفل خدا به شکلی که ما در دوران طفولیت تربیت شدیم همون شکل تربیت کنم، ولو که اگر ما در افغانستان هم میبودم. چرا شرایط فرق کرده، شرایط زندگی اجتماعی کاملا متفاوت است، در هر مقطع تاریخی فرق خود داره. ما باید بهتری است که مطابق با شرایط پیش بریم. بله، و امون رقم که پسر ما یا یک بچه ما حق انتخاب همسر، بیرون رفتن، دوست، آشنا اینا رو داره، حق داره که بیرون بره همراه دوستای خود. امون رقم دخترای ما هم داشته باشه. چرا وقتی که وام باید بره، وام خب بالاخره انسان است، وام همون حق حقوق داره. من فکر نکنم یک موضوع بسیار کلان داغی با از نگاه دین ما باشه و بعضی اکثریت چیزای ماست، مشکلات فرهنگی ماست که ما شما همو میخوایم همو چیزی رو که شما هم گفتین دمو رقم که دمو خانواده کلان شدیم، همو رقم که همو گفت اونمو دختر به حساب تو دختر هستی خیره، بچه برو هر کار که کردی بکن و بیاییم همو کارم اینجا ادامه بدیم. خب اینمی خودش یک مشکل است که ما خود ما خلق میکنیم با خود. باید قبول بکنیم بعضی چیزا را. همو چهار چوکات خانواده، همو حد امینا گرنسه حدی که تعیین کرده به ما داده، اگر ما درست همراه اولادای خود گپ بزنیم، همراهش اعتماد پیدا کنیم، فکر نکنم که مشکل پیدا شود که بیای بانوان طفل ما رو بگیره از ما. دقیقاً گفته شما. زمانی که اگر ما بخوایم یک محیط خوب در خانواده خود داشته باشیم، باید ما عدالت در نظر بگیریم. آنچه را که برای اطفال پسر خود میخوایم، باید همون حقوقی را که برای پسرها در خانواده داده میشه باید بر دختران به شکل مساویانه داده شود. چرا دخترها هم انسان هستن. گفته شما اونا برده نیستن که ما منعیس برده و از اونا استفاده بکنیم و در خانه قیدشان بکنیم. اونا هم آزادی های خود داره، خواسته های خود داره. همونطوری که گفتین در چوکات یا چوکاتی که براشان تعیین میشه، براشان حقوق به شکل مساویانه برای بچه و دختر باید داده شود. و اگه یک وقت هم که مثلا مشکل داشته باشیم، درسته زندگی ها فرق میکنه، خانواده ها میرقم که ما شما شروع تا گفتیم، فامیلا، اولادات تا اطفال ما فرق دارن و نباید ترس یا حراس داشته باشیم از تقاضای کمک کردن. مثلا اول خو یک موضوع رو مثلا بگیم که اگر یک وقتی هم که طفل گرفته میشه از پیش ما و اینا کوشش میکنه که فستریم یا همون خانوادهایی که میخواه طفل امرایشان باشه، طفل مثلا وقتی که نتونست بعد از تصویب بسیار پروسه طولانی تصویب شد که طفل امرای پدر و مادر نباشه، امرای یک فامیل دیگه باشه، او فامیلا را اینا کوشش میکنه که کسایی باشه که هم زبانشان باشه. درست؟ اگر افغان است افغان باشه، اگر عرب بود عرب زبان باشه، کشورهای افریقایی بود زبانهایشان از امو خانواده باشه تا او طفل به مو رقم، به مو فرهنگ، به مو زبان مادری خود در مو خانواده کلان شود که در اونجا مثلا باید امورا اینا کوشش میکنه کمون یا دولت نروژ که طفل اگر گرفته شوم در این شرایط باید کلان شود که ما داریم و اگر
بخوایم که خود ما مثلا ما شما یا یک شهروند دیگه یا کس دیگه اگر گنجایش داشته باشیم جایش داشته باشیم تا ما خود ما بریم مثلا خود میگیم که راجستر کنیم بریم بگیم که من مثلا جای دارم من امکاناتش دارم من میتونم یک طفل بگیرم یعنی یک سهولت را کمتر میکنیم میتونیم با کمون یک کمک کنیم درسته که من توانش دارم امکاناتش دارم میخوایم یک طفل دو طفل من بگیرم پیش خود درست و چه رقم و چطور اینا خودشان بعد از او به اساس کورس ها به اساس معلومات هایی که به ما شما میکنیم ولی ما باید تقاضا بکنیم ما باید بگیم و همچنان در قسمت مثلا مشکلی که داشته باشیم اما رقم که گفتیم در هر بخش مشکلات صحی مشکلات در قسمت خانواده در قسمت تربیت اطفال و اینا باید از این که بانیم که گپ به حساب کلان شوه خود ما مثلا بارنورن دعوت بکنیم در خانه خود قبل از این که ما اونا رو دعوت اونا اجبار از طرف دیگه به خود ما بریم کمک تقاضا کنیم میریم زنگ میزنیم بخشای است مثلا تورونایم سیالپا بخشی است که بسیار اینه امو پایین ترش است اینه میتونیم که بریم طفل ما امروز گپ از گفت منمش درست به اجازه ما از خانه میره مکتب نمیره نمیفهم کجا میره نمیفهم امرای کی است دخترم یا بچم از خانه میبرین اصلا من هیچ کنترل ندارم اصلا نمیفهم کجا میره نمیره چیزی که میگم امرای ما جنگ و دعوا میکنه خانه زنگ میزن من اینو کمک کار دارم بیاین اینا هیچ کسایی هم نیست که هیچ کار هیچ ربط امرای بارنور نداره میه امرای ما شما پدر و مادر کمک میکنه همکاری میکنه که چه رقم ما بتونیم اینمی مشکلی که بین ما است پیش از اینکه یک گپ کلان شو اینجا ما تمام بکنیم خلاص بکنیم چه کارو بکنیم که دختر خودم بچه خود مکتب روان بکنیم با آرامی نه با جنگ دعوا چه کارو بکنیم که مو مثلا دختر یا بچه خودم میگم کلاک ساعت 10 اگه بیای خانه یا ساعت 5 یا ساعت 6 یا ساعت 7 یا مو ساعتی که برش تعیین میکنیم نظر به شرایط نظر به سن و سال نظر به مو جایی که میره چی کاری رو بکنیم که میبه اینی بخش که تورونایم سیالپا میگه هم بخش از کمون تورونایم است کسایی کار میکنه اینا میتونیم از اینا استفاده کنیم و در پالویش دیگه مشکلات دیگه داشته باشیم مشکلات صحی داشته باشیم یا مشکلات یا موضوعای کورسای یا برنامه‌های چیزایی را که میخوایم که من حیث یک پدر من حیث یک مادر یا یک گروه از گروپ‌های از کشورهای افغانستان از کشورهای عربی از کشورهای افریقایی اینی ما درباره یک موضوع می‌خوایم یک معلومات داشته باشیم درست مشکلات صحی روانی جسمی هر چیز میده دیالوگ سنتر اما دفتری که بخشی از کمون تورونایم است از ماجرین کمون تورونایم که ما خودم هم اونجا کار میکنم بیاین همراه ما در تماس شو ما هم میتونیم همکاری بکنیم همش از هر جای نروژ هم که باشه میتونم همراه ما در تماس شو زنگ بزنه تماس بگیرن همراه ما سایدای داریم اینه مثلا پادکستای داریم به زبان دری نروژی عربی که زبانهای مختلف میتونه از ما بشنون کمک تقاضا بکنه و بله و یک بخش چیز دیگری که یاد ما نره خصوصا کمون تورونایم که خوشبختانه ما در بخش می بارن فامیلش نسته یا می بخشی که در مواظبت اطفال کار میکنه در کمون تورونایم اینا 4 نفر یا یک 4 کارمند تازه گرفتن که در می سالهای آخر که اینا را به نام بروبیگرا یاد میکنه که اینا را به نام بروبیگر است درست اینا به این معنی که یک پل ارتباطی بین فامیلا و بارنوان یا اون کسایی که مواظبت از طفل میکنه مثلا اگر ما اونا پیام میگیرن که ما مشکل داره طفلای ما مشکل در خانه دارن بعد از امی پروسه که اینا دارن تحقیقات را که میکنن ارزیابی های که میکنن معلومات را جمع میکنن پروسه که دارن بعد از او میبینن که درست بعضی چیزایی هست بین خانواده درست یا مشکل بین والدین و اطفال اینا از اینا استفاده میکنن اینا را که امرای از اینا در تماس میشه که اونا چی کار بکنه که امرای ما
و هم بارنوان یا اطفال خود ما چی کارا رو انجام بدیم، چی کاری رو بکنیم که درست بتانیم یک خانواده را یا یک طفل خود درست مواظبت کنیم. یا بعضی وقتا کدام اشتباه یا غلط فهمی هایی که بین امو کسایی که کیس ها را میگیره، همونایی که کسایی که شکایت میگیرن از طفلا را کیس میگیره، بین بعضی وقتا اشتباه بسیار خردریزی فرهنگی، بسیار دینی فرهنگی یا بسیار چیزای خردریزی پیدا میشن که امی پل ارتباطی یا مو بوری بگرای مو 4 نفره که در بخشای مختلف در جایای مختلف کمون تورانای مستک، اونا هم امرای از اینا جلسه میمونه، هم امرای والدین، هم امرای مو مسئولینه که کیس پیشان هستن. چی کار بکنیم که امی غلط فهمی ها یا بعض اشتباه های که هستن از نگاه فرهنگی اینا رو درست بکنه تا بازم بتانه طفل و والدین، اطفال و والدین در یک سقف، زیر یک خانواده یک جای زندگی بکنه. و شماره تلفن ما که در کمون تورانایم کار میکنیم در دیالوگ سنتر، شماره تلفن ما است 90 57 36 84 90 57 36 84. میتونین همراه ما هم در تماس شوین که ما هم اونجا کار میکنم و دیگه کسایی هم همکارای ما که هستن به زبانهای مختلف اونجا کار میکنیم. میتونین شما سوال، مشکل، چیزی از ما هم داشته باشین و شما اگه گفتنی دیگه چیز دیگه دارین درباره از این چیزایی که تا گفتیم، کدام چیز اگه یاد شما رفته باشه دکتر صاحب؟ تشکر. فقط یگانه گپی که ما میخوایم در آخر بگویم امی است که ما به خاطر ازی که بتانیم در جامعه به صورت درستش تطابق بکنیم، باید قوانینی که نافذ است از قوانین پیروی بکنیم، پیرو قانون باشیم. هر آنچه که قانون گفته مطابق به اون ما باید رفتار بکنیم و در محیط خانواده همونطور که پیشتر گفتیم برای اطفال خود حقوق مساویانه برایشان قائل شویم. یک فرق بین دختر و پسر باید قائل نشیم و در صورت ضرورت زمانی که ما اگر به مشکل با اطفال خود سر میخوریم بدون کدام هراس ما میتونیم باید از بارنوان یا امو دفتر حمایت یا محافظت از اطفال ما باید کمک بخوایم تا ای که ما را در راستای حل امو مشکل یا بین اطفال و والدین ایجاد شده کمک بکنه. یا گفتنی دیگه ندارم. بازم جان سپاس از شما و خوشحال هستم که من امروز در نروژ زندگی میکنم، در شهر تورنهایم و در یک محیط بسیار آرام، محیط بسیار صلح و با صمیمیت در میان مردم بسیار مهربان نروژ زندگی میکنم. خوشحال هستم. بسیار خوب. بسیار زیاد تشکر از این که امروز شما وقت خود ماندین آمدین و از دعوت ما را پذیرفتین و آمدین در گپای مفید و خوب شما را امروز شنیدیم. در استودیو خوشحال هستم که امروز شما را داشتم همراه خود و گذشته از همه چیز که این پودکاستی که ما داریم از دیالوگ سنتر تورنایم کمون، شما هم شنونده گوینده بودیم ما و شما و دیگران شنونده هستند. خوشحال هستم که شما رو داشتیم و بسیار زیاد تشکر که شما دعوت ما رو پذیرفتین و آمدیم. انشالله که دفعه دیگه هم در اولین و آخرین نباشه، در دیگه موضوعای دیگه هم بتانیم از تجربه شما، از گفتهای شما استفاده بکنیم. جان سپاس، تشکر از تمام شما و تمام همکارهای شما که ما را دعوت کردین. دیگه من حاضر هستم که هر وقت و هر زمانی که بتانم حداقل موثریت در جامعه خود داشته باشم، من حاضر هستم که چیزی در توان داشته باشم انجام بدم برای شما. بله. و یک تشکری خاص دیگه بکنم از همکار ما که آنا کنوتسن است که در بخش مسئولیت تکنیکی را داره و هم در استودیو همراه ماست امروز و در قسمت موزیک ما سونیوا، شستا، خوفده و روشا
والا هستک که از اینا هم بسیار زیاد تشکر میکنیم که ما را همکاری کردن امروز. Producent och teknisk ansvarig Anna Knudsen. Musik av Sunniva Sjøstad Hovde och Rosha Volle.